سلام و درود به همه عزیزان. امروز اومدیم با یه ویدیوی تمرین وزنه برای روز بعد مسابقه. من دیروز 90 دقیقه کامل بازی کردم، دیشب تقریبا 24 ساعت گذشته. امروز رو وزنه میزنیم که گرفتگی از عضله خارج بشه و فردا استراحت کامل. با من همراه بشین، ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین، بریم که تمرین شروع کنیم. برای گرم کردن پاها نیاز به یک کش داریم. 4 تا حرکت، 4 تا جهت اصلی رو میزنیم. هر سم 20 تا کافیه. جلو، بیستا پای راست میریم، 20 تا پای چپ. هنوز خستگی از دیشب تو پاهم هست. حالا میریم به راست. سمت چپ 20 تا. به عقب 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 10 تا هم زانو رو به عقب خم میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب پای بعدی دوربین کج شده، یکم اینور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20. 10 تا زانو خم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب 10 تا زانو میکشی بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فینیتو. بعد اینکه کشو زدیم، کشش‌های کوتاه میگیریم تا 3 ثانیه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. آهنگیرونی اومد تو باشگاه. 3 1 2 3 1 2 3. دلیل اینکه کشش کوتاه میریم اینه که کشش طولانی مدت قبل از شروع تمرین موقع گرم کردن دیگه رد شده، محسوب شده. اون بیشتر برای سرد کردن و ریکاوری و آخر تمرینه. حرکت اول که مورد علاقه خیلی هم هست جلو رونه. اسم انگلیسیشو بلد نیستم، نمیخوام چوسی بیام.
فرانت لگ سبک بزن داداش، هیچ خبری نیست. تکبا اول هر کدوم هر پا 6 تا. 1 آل 2 3 4 5 6 پای بعدی 1 2 3 4 5 6. اینو که زدی جفا اگه خواستی همین اگه یکی سنگینش میکنی جفا 12 تا میزنی. بریم آماده برو بریم. 1 یواش 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فینیتو. اینو 2 ست بزنی بسه. خداحافظ داداش. بعد اینکه اونو زدی داداش، حالا شاید آهارم نگاه کن. بعد اینکه اونو زدی میای لانچ میزنی، تاکید میکنم سبک میزنی، هیچ جا هیچ خبری نیست. سبک لانچ میزنی 2 دقیقه بعد از اون استراحت میکنی. یارو 2 دقیقه استراحت میکنی بعد میای سبک میزنی، هیچ جا هیچ خبری نیست. سبک 1 سرسین صاف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. به من گفتن هنوز ساب نکردی ها، ولی من بازم میگم اینو 2 ست بزنی بسه باشه، بیشتر نزنی یا خسته میشی. خداحافظ. برای اینکه فشار یکم از روی پاها برداشته شه میایم روی لیفت دمبل. آروم میری پایین، رو کمر قوس میدی میای بالا. 1 2 3 8 اینم 2 ست بزنی کافیه، زیاد نزنی فشار نیاری. یادت نره زیاد نزنی. حرکت بعدی میریم همسترینگ. 50 به سمت خودت، تقریبا تقریبا زاویه زانو 90 درجه. میای بالا مکس. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 استراحت تمام. امروز تو روز ریکاوریه، ولی روزهای دیگه برای تقویت همسترینگت میتونی همین حرکت رو تک پا هم بزنی. خیلی جوابه. اینا هم 2 ست بزنی کافیه، کارو جمع میکنه. حرکت بعدی زیر بغل سیمکش. اینو دیگه هر وزنه خودت میخوای بزن، من دیگه تو کار تو دخالت نمیکنم. ببخشید راحت شدی دیگه دخالت نمیکنم. من اینو میزنم، شما دوقلو منو نگاه کنید. خب باشه خدا هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اینم 2 ست کافیه. حرکت بعدی میایم روی دوقل کاف ماسل. سبک 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 یه سنگ بردار بگی دست راستت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بگی دست چپت دوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این حرکت هم 2 ست. این حرکت هم 2 ست کافیه. برای بقیه تمرین میتونی بالا تنه کار کنی. حالا پرستینه، جلو بازو، پشت بازو، سرشونه. همه ستا دوتایی سبک تمرین کن. تمرین دیگه چیز دیگه نداره. تقریبا تمامه. ویدیو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، منتظر ویدیو بعدی باش. بازم اینا میذارم، یاد نره دیگه ساب کنی. خب به کسی هم نگی. خداحافظ.